سلام با تمام شما دوستان عزیز، امید که خوب و صحتمند و سر حال باشین. امروز ما در توحید آباد هستیم که نام از این منظرم قطانه و می خودم زی شخصم بیاین سوال کنیم که روغن از این برای چی به درد مخوره و چی استفاده مفید داره. سلام میدر. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر سلامتی زنده باشی. همین مرغ نامش چی؟ این مرغ از مرغ به زبان فارسی مرغ قطان میگن. مرغ قطان. به زبان عربی مرغ بسمل میگن. مرغ بسمل. خو این مرغ مثلا نی حالا که میبینیم بوتلکای این بوتلکا برای چی به درد میخوره؟ این بوتلاک است روغن قطان است. خب این بوتلا است روغن قطان است. ما این قطان که میاریم این قطان از خود یک وقت داره. این وقتی که یک شمال از طرف ترکمنستان که میایه این قطان میاره به طرف افغانستان. بازوج شکاری است در این قطان میگیرن. وقتی که گرفتن دما زنگ میزنن باز ما این قطان از پیش از او با بسیار پول بیشتر میخریم. هر قطان با 20,000 15,000 30,000 قطان تا قطان فرق میکنه. بازی را میخریم یک 5 تا 6 تا میاریم حلالش میکنیم میرم میکشیم. وقتی که را کشتیم باز روغن از این را میکشیم. روغن از این حالا برای چی کار میکنه ما برات میگم. روغن از این که از گرم است، خوراک از این که از ماهی است. خداوند زبان بر از این نداده. این مرغ که است یک مرغ جهادی است که در وقت پیغمبرای ما شما این جهاد کرده. این پیش پروردگار عذر کرده که الله زبان مرا بگی، اما برای ما یک مشک بده که ما برم از دریا آب بگیرم برای مجاهدین ها مسلمان ها بیارم اینجا بر از آب برسانم. باز پروردگار همی خواست از این قبول میکنه. این زبان از این پروردگار میگیره بر از یک مشک میته. بازی از دریا میگیره آب میاره به سر مجاهدین های دوران پیغمبرها که جهاد میکرد با مسلمان ها آب می آورد. وقتی که بازی آب می آورد بازی یک کار دگام میکرد، یک خدمت دگام به اسلام کرده. این از روی زمین به می مشک خود سنگار می ورداشت. خب به طرف هوا می برد و به سر کافرای را حواله میکرد. دیگه ای که از پروردگاری را گفته که گوشت از این برای مرض سل کار میکنه، پر از این که از برای جادو کار میکنه که دود کنی پرش خود از این که از خوراک از این که از ماهی است. روغن بدن از این بسیار گرم است. باز ما ایره که حلال کردیم ایره روغنش میکشیم بازی را برای امیت دشار برای مردم میرسانیم به خدمت مردم. روغن از این برای کدام دردا کسا فایده داره و بهتره؟ روغن از این که از کدام دردایی که از یخ باشه یا روماتیسم باشه یا رگا شخ مانده باشه، خون جریان کم داشته باشه، دیگه هر رقم درد استخوان باشه یا ضربه خوردگی باشه، این برای هر درد کار میکنه. اینجا ولی ما که میبینم دو قسم روغن، یکش مثلا رنگش سیاه و یکش رنگش زرد رنگ. این رنگ سیاه که است، این رنگ سیاه که است روغن سیاه‌دانه است. روغن سیاه‌دانه است که ایزی بسیار چیزا گد میشه. که ایزی سیاه‌دانه میشه، اسپند میشه، زنجفیل میشه، دالچینی میشه، که ایزی برگ سنا میشه، برگ زیتون میشه، چوبک آلو بالو میشه، ریشه جواری میشه. این 20 رقم علف که سیاه‌دانه این در روغن جوش میشه. این روغن گیاهی است. خب این برای درد هم کار میکنه. باز روغن قطن که است، این روغن قطن است که این خاص برای درد است. روغن گیاه هم برای درد کار میکنه. این روغن قطن است. بازی درد که شما میبینید این قطن کسا زیادتر خودش در کدام قسمت ها مثلا زندگی مونه و جای سرد سیر زندگی مونه یا گرم سیر زندگی مونه؟ این که از این قطن در جای سرد هم زندگی میکنه، سرد گرمش مشکل نداره. بیا خود جایی که سمندرها باشه، دریای کلان باشه مثل دریای آمووری، این در تو جای زندگی میکنه که خوراک از این ماهی از این در بغل دریا می باشه. غیر ماهی دیگه چیزی این نمیخوره. غیر ماهی دیگه چیز نمیخوره. وقتی که ما ایره میاریم یگان جای ماهی پیدا نمیشه، ما خود در ولایت در ولسوالی میگردیم. جایی که ماهی پیدا نشد باز برای گوشت میگیریم. این گوشت هم نمیخوره، اما ما با خود ما طریقه شیا داریم. با مو طریقه ایره میتیم که گوشت برای پایین خود از هضم کنه. دیگه کدام گفتنی را اگر برای بیننده داره میتونی بگویی؟ فقط گفتنی ما اینمی است که همیشه جور سلامت باشین، شاد و موفق باشین. دیگه وقتی که روغن قطن ضرورت داشتین این شخص به خدمتشان است. چه قسمی میتونه با شما با ارتباط پیدا کنم کسایی که مثلا روغن ضرورت داره یا که شما مثلا شهر میگردین همینجا خودتون مثلا با از کسا سر بخورید؟ کدام نفر که از ما یک بوتل روغن قطن بار امتحان میخره باز ما به او شماره خود میتیم، شماره تماس خود میتیم که هر وقت هر برادری که ضرورت داشت یا خودش ضرورت داشت فایده نتیجه شکیدید بازو دوباره با ما به تماس میشه. تشکر. خود دوستان عزیز ما مصاحبه داشتیم همراه همین بیادر خود و همین فواید همین روغن قطن گفت.
خب اگر روغن قطعا ضرورت داشتین ما همین شماره از بیادر به همین صفحه یوتیوب خود میمانیم و میتونین با اینا به ارتباط پیدا کنین. تشکر از تمام شما دوستای عزیز.